برای اجرای این تابلو نیاز به هیچ پیش زمینه‌ای نیستش و به راحت خودتون میتونید داخل خونه درستش کنین. فقط نیاز داریم به خمیر تکسچر و یه مقدار خمیر سندستون. با هم دیگه خوب ترکیبش میکنیم. میخوایم که یه رنگ کرمی داشته باشیم. رنگ سفید رو با یه مقدار رنگ زرد قاطی میکنیم. حالا خمیر به دست اومده رو به سطح بوم میزنیم. اگه نمیخواید از قاب استفاده کنید، لبه بوم رو هم میتونید خمیر بزنید. بعد با یه ابر به سطح خمیر ضربه میزنیم. قراره که نصف تابلو رنگ نسکافه‌ای بشه، پس دوباره خمیر رو با رنگ قهوه‌ای و زرد ترکیب میکنیم و به نیمه دیگه بوم میزنیم. دوباره با ابر به سطحش ضربه میزنیم. بعد که خمیر کاملا خوش شد، میخوایم که یه ورق طلای مایع درست کنیم. برای درست کردن یه ورق طلای مایع به پودر فلز نیاز داریم. پودر فلز رو با وارنش روغنی قاطی میکنیم. بعد با استفاده از یه قلمو با هم دیگه خوب ترکیبش میکنیم. بعد با ابر میایم خط مرز بین دوتا رنگ رو ضربه میزنیم. بعد میتونید با کاردک یا قلمو یه سری جاها رو بیشتر یه سری جاها رو کمتر بزنیم. بعد لبای بوم رو میایم با ابر ضربه میزنیم. اینم همینطور یه سری جا باید بیشتر باشه یه سری جا کمتر برای اینکه یه حالت پتینه بخواد به وجود بیاد. اینم از تابلوی نهاییمون.